شما فکر میکنید برای قرار اول با کسی که میخوایم توجهش رو جلب بکنیم بهتره که بیشتر از همه روی چه موضوعی تمرکز بکنیم؟ بهتره یه لباس خیلی فوق‌العاده بپوشیم، آرایش ویژه‌ای انجام بدیم یا ادکلون خیلی خاصی رو استفاده بکنیم؟ جالبه بهتون بگم که لزوماً بهترین استایل یا زیباترین لباس برای هر مکانی مناسب نیست. پس شما برای قرار اول بهتره که مقدار ساده تر باشید. آرایش ساده، لباس ساده ولی شیک. اما طی تحقیقاتی که اخیراً انجام گرفته و از چندین نفر سوال پرسیدن، مهمترین مسئله که توی قرار اول میتونه شما رو تحت تاثیر قرار بده کفشه. یادتون باشه سر قرار اگه میخوایم بریم جلسه اول طرف مقابل رو تحت تاثیر قرار بدیم، حتما یک کفش مناسب و شیک استفاده کنید.